به تأسیسیابی مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب عرفان 10 سال پر شد. روز شنبه هفته گذشته سنه 29 اکتبر آموزگاران، خوانندگان مؤسسه و یک قطار مهمانان با تشکیل چهاربینی ادانه این روز را تسجیل کردند. زیرا 10 سال پیش سنه 29 اکتبر سال 2012 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب عرفان رسما افتتاح گردیده بود. در این مدت مسئولین مؤسسه توانستند که با یک قطار دستاوردهای نظررس نائل گردیده جایگاه خود را در قطار دیگر مؤسسه‌های تعلیمی پیدا کنند. زیرا امروز دستپروران مؤسسه در وظیفه‌های راهبری کننده نیز کار و فعالیت نموده ایستادند. از سال 2014 تا سال 2020 با همچون آموزگار فنی تاریخ و حقوق در مؤسسه کار و فعالیت بردیم. گفتم ممکن است که در مدت 10 سال مؤسسه تعلیمی غیردولتی عرفان و به نهایت دستاوردهای موفق نائل گردید و ثمره کادری تربیت همین مؤسسه بود که ما تا زینه‌های راهبری البته رسیدیم. در اینجا پیش از همه روند تعلیم و تدریس تربیت خوب برای مانده شده است. خیلی که میگن از متد و متدولوژی‌های نوی که و آموزگاران پرقوتی که در این مؤسسه کاربری میکنند در طول 10 سال فعالیت مؤسسه بسیار نویگری‌ها ما شاگردای مؤسسه در دوره‌ای که ما هم کار میکردیم تا المپیادهای بین المللی جمهوری اشتراک میکردند و به دستاورد و موفقیت‌های به نهایت زیاد نائل میگردند. در چهاربینی باشگاه ادانه به جز از آموزگاران و خوانندگان فعال، نمایندگان ریاستی معارفی ولایتی سوخت و شهر خوجند، کمیته اتفاقهای کسبی کارمندان شعبه معارف، سابق راهبران و آموزگاران و دیگر دستپروران این بارگاه علم اشتراک نموده از فعالیت 10 ساله مؤسسه گفتند. دیرکتور مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب عرفان امید محمدزاده سخنرانی نموده حاضرین را با مناسبت تأسیسیابی مکتب تبریک نمود و تاکید کرد که امروز در مؤسسه خوانندگان از کشورهای خارجی دور و نزدیک نیز تحصیل ایستادند و همسال جهت اشتراک در آزمون المپیادهای شهری و ولایتی، جمهوریوی و حتی بیرون از آن مؤسسه را معرفی میکنند. در طول 10 سال فعالیتش مکتب عرفان با دستاوردهای زیادی نائل گشته است. از جمله در 5 سال اخیر در المپیادهای شهری 36 نفر جایگاه نمایان را گرفتند، در المپیاد ولایتی 11 نفر، در المپیاد جمهوریوی 3 نفر، المپیادهای بین المللی 38 نفر، اکادمی خردی علم‌ها 56 نفر و جایگاه نمایان سزاوار گردیدند. در دایره چهاربینی مذکور یک قطار آموزگاران فعال مؤسسه با سپاسنامه کمیته اتفاقهای کسبی کارمندان ساحه معارفی ولایتی سوخت و شهر خوجند، ریاست معارفی ولایت، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان سرفراز گردیدند. با آنها در وضعیت تنتنوی سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. برای آموزگاران شکایت نکنید. اطلاع داده شد که از بین خوانندگان مؤسسه امروز 9 نفرشان گیرندگان استیپندی پرزیدنتی و گیرنده استیپندی رئیس شهر خوجند می باشند. همچنین 2 خواننده مکتب مؤسسه را با اتستات اعلی و مدال طلا ختم کردند. مؤسسان مکتب هم امروز از این دستاورد طالب علمان قناعتمند بوده از تأسیس آن اظهار خوشنودی نمودند. در طول 10 سال برای پیشرفت مکتب سهم خیلی تعداد زیادی آموزگاران، راهبران مکتب، جانشینان، کارمندان از همین فراشان آغاز کرده تا پاسبانان خیلی بزرگ است و ما عموما کلکتیو مکتب کوشش میکنیم که برای رشد معارفی مملکت عزیزمان سهم خودمان را گذاشته باشیم. چهاربینی ادانه به مناسبت 10 سالگی تأسیسیابی مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب عرفان با پیشنهاد برنامه جالب از طرف خوانندگان مؤسسه ادامه کرد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.